سلام بر من محمد هستم. خوشحالم به کانال گیم پی سی. بچه توی این ویدیوی خفن قرار آموزش میدیم که چطور سیمکلنت رو در ماینکرافت کامپیوترمون یا لپتاپمون دانلود بکنیم، ازش استفاده بکنیم. خیلی هم راحت که بچه آموزش کازمتیکاش هم گذاشتم، برید ببینید. حالا خیلی خفن شده، برید اونم ببینید که از دستش ندید. خب دیگه بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. چند تلگرام بهتون نره، لایک هم بکوبید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها، ما برای اینکه سیمکلنسمون رو دانلود بکنیم یه فایل نیاز داریم به نام simpatch188 که بچه‌ها من این رو توی چنل تلگرام قرار میدم. چنل تلگرام آدرسش زیر ویدیو هست، از دست ندید دیگه، لایکم بکنید. خب بعد از اینکه ما فایلمون رو دانلود بکنیم، اینهاش من اگه پیداش بکنم، فکر کنم دانلودش نکردم. آی نه، اینهاش فکر کنم اینجاها باید باشه برای من. حالا نمیدونم بچه، اگه لایک میدونم به 5 تا برسه لونارکلنز هم آموزش میدم. خب من برم دانلودش کنم بیام. خب بچه، بعد از اینکه فایل رو دانلود کردیم وارد فایل اکسپلور میشیم توی قسمت دانلود هامون و اینجا سیمپک رو میبینیم. روش کلیک راست میکنیم، اکسترکت آل رو میزنیم. اگه اکسترکت آل نیومد براتون، باید برنامه به نام وینرر رو داشته باشید که فکر کنم همه دارید. اکسترکت آل رو میزنیم و یه همچین فایلی برامون باز میشه. خب ما اینا رو میبندیم، اینو میاریم میندازیم اینجا. من اینم بزنم شارژ، فکر کنم تو شارژ باشه، حالا نمیدونم، یه لحظه صبر. خب اوکی شد. بعد که این فایل رو انداختیم اینجا به نام simpatch که توی چنل تلگرام هست، وارد تیلانچرمون میشیم و صبر میکنیم که تیلانچر برام بالا میاد. صبر کنیم. 2000 years later. صبر میکنیم تا صفحه تیلانچر برامون بالا بیاد. خب بچه ببخشید اینجا رو گفتم، باید برید تو اون قسمت پوشه کلیک کنید و اونجا اون سیمپک رو بندازید داخل اونجا، یه بار رفرش بزنید و برید توی بین نسخه 1.8 دیگه باید پیدا کنید ریلی سیمپک که بچه اپتیفاین هم هست خودش و اینتر دی گیم رو بزنید و وارد بازی بشید. دمتون گرم. اینتر دی گیم میکنیم و وارد بازی میشیم که بهتون نشونم بدم. بچه سیمپک خیلی بهتر از لونارکلنز، اصلا خیلی بهتره که بچه آموزش لونارکلنز هم همینطوری شو میذارم، اینم برید ببینید. خب من دوباره به مشکل خوردم اینجا و میبینیم که سیمکلنز برام اومده. به همین راحتی، خیلی راحت و آسوده برای ما این سیمکلنز اومده. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. چند تلگرام یادتون نره عشق کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.